عبدالله رحمانوف بعد از 3 سال دیسک فروشی اکنون مجبور است دری دکانش را موقتا ببندد. بسته شدن راهها به تجارت خرد عبدالله نیز بی تاثیر نماند. دیسک اپتیمی دیسک خردی اول 55 سوم از 57 60 سوم شده دیگه. چه فایده نمیمونه. دارم مخکم خرید. به مثل عبدالله سوداگران و شرکت‌های ثبت آواز و استودیوهایی که به ترجمه و دوبلژ سلسله فیلم‌های ترکی مشغولند از کمبود CD دیسک‌ها در تاجیکستان شکایت دارند. بنابر خروج کرونا ویروس مرز با چین بسته است و CD دیسک‌ها وارد نمی‌شوند و تاجیکستان با کمبود آن روبرو شد. کامیاب شده هم نمیوین هم مقصد میگم پولی توی که قد میگم اصلا خریم غیر ارزان قیمت هم میگم اصلا $2 خریم ارزان میخوام خیلی. طلبات به CD دیسک ها در تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگر خیلی زیاد است، چون سرعت پست اینترنت و نرخ گران آن به ساکنان امکانیت نمیدهد نوار و فیلم های پسندیدهشان را آنلاین تماشا کنند. هر کس اینترنت نداره، هر کس کامپیوتر نداره که میشو پریکیت کنه. تاجیکستان سالانه با بیش از 3 میلیارد دلار از خارج مال وارد می کند، اما میزان صادرات کشور از 1 میلیارد دلار کمتر است. یعنی کشور 3 برابر از آنی که از خارج مال می خرد خود محصولات تولید می کند. کارشناسان میگویند بسته شدن مرزهای همسایه کشورها ضعف اقتصادی تاجیکستان و وابسته بودن کشور از واردات عادی ترین مال و محصولات را برملا کرد. وقتی که اسعار ملی در بازار داخلی با واسطه صنعت و گردش مال در کشور اساس کرده می شود، از این چالش‌ها میتواند دولت امین باشد. مگر افسوس که تا حالا این سیاست پیاده کرده نشده است. اقتصاددان ها میگویند به راه ماندن تولیدات اشیاهای به مثل CD دیسک و ده ها انواع اشیاهای خرد و ریزه به این مانند در داخل کشور امکان پذیر است و برای این تنها دولت و صاحبکاران باید شرایط مساعد فراهم کند. خروج ویروس و کمچین شدن این گونه اشیاها در کشور به ناگزیر بودن یک اصلاحات فراگیر برای رونق صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان تاکید میکند، میگویند کارشناسان.